عرضم به حضورتون قبض گازو بردم بانک، نمیدونستم که میگیرن یا نه. به یارو گفتم که آقا شما گازم میگیرین؟ برگشت و گفت نه من فقط جفتک میزنم. آقایی که تو باجه بغلی همکارم هست اون گاز میگیره. حالا ما گرفت کرد تو شیشه. آیه دکتر الان تو باجه های نظام همه یا گاز میگیرن یا جفتک میزنن. مگه اوضاع احوال مقام عظما اعصاب برای کسی گذاشته؟ آقا توی این کله من غوغاست، عراق، سوریه، یمن، لو رفتن 11 سپتامبر، تحریمای جدید تا دلتون بخواد. اما مجبورم ظاهرسازی کنم و تبریکم بگم. با سلام و تبریک عید به بینندگان عزیز و با قدردانی از حضور ابر استراتژیست نظام در برنامه چهارراه استراتژی. به به آیه دکتر دلمون تنگ شده بود. فرق شما با روز اینه که روز باید 30 تاش جمع بشه تا بشه ماه، ولی شما همینطوری ماهینای دکتر. قربون دستت دمت گرم که مرامت عین تیراهنه، سراغش هم که نگیری خودش زنگ میزنه. روشن شد نه خیر مگه فندکم که باید بشکن روشن بشم. الان میرم سر سوالات آی دکتر. مقام عظما امسال رو اسمش گذاشت سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، ولی حاجی روحانی گفته بود سال برجام های بعدیه. مگه میشه سال 2 تا اسم داشته باشه آیه؟ تقصیر سال نیست، تقصیر اونایی که اسم میخوام بذاره برای سال. و ببین همیشه میفرمودن بذار بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو سراسیمه زنگ زد به دکتر، گاهی دکتر به دادم برس، بچم داره میمیره، فکر کنم آپاندیسش ترکیده. دکتر گفت بابا خودم هفته پیش آپاندیس بچه تو عمل کردم، مگه بچه میتونه 2 تا آپاندیس داشته باشه؟ یارو گفت نه نمیتونه، ولی آدم میتونه 2 تا بچه داشته باشه. روشن شد یا پروژکتور بندازم رود که همچین روشن شی؟ نه دکتر بندازش روی این فرمانده بسیج محمد نقدی. گفته گیج شدم از وقتی حاجی روحانی گفت مقام عظما تاج سر ماست و هر چی بگه امر همونه و اینا، این بدبخت گیجتر شده و نوشته من سر در نمیارم. داستان چی است؟ ما داریم کف به لب تنوره میکشیم، مقام عظما ساکته، حاجی روحانی هم شده کاسه داغ‌تر از آش، میگه حرف عظماست. عین اول زرخوری یادته؟ به جای اینکه جواب دلواپسا رو بده میگفت حرف عظما رو گوش کنید. جواب عظما رو خودش زیرکی داشت. حالا عظما جاما رو همینطوری چیده جلو خودش هم از زیر نخود داده که کار دیگه ای نمیشه کرد. دلواپس گول خورده تنوره میکشه، حاجی روحانی جام زهر سرو میکنه و به دلواپسه میگه که هرچی ایشون بگم. تازه هر چیشم که میفهمیم یکی بدترم از اون بدترش هم هست. من ببین همیشه میفهمودن بذار بهادر عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه تشنه بود، رفت جلوی خونه آب خواست، دختر بچه رفت به جای آب براش یه کاسه دوغ آورد. بعد که خورد پرسید که شما به هر کی تشنه باشه دوغ میدی؟ دختره گفت نه، تو دوغمون مگس افتاده بود، مامانم گفتش که بدیمش به شما. مشنگه عصبانی شد، زد کاسه رو که ازش دوغ خورده بود کوبید زمین و شکست. دختر بچه صدا کرد گفت بابا مامان این آقایی که بهش دوغ دادم کاسه سگمون شکست. روشن شد یا همچی بذارم که دوغ و کاسه و همه چیز با هم قاطی بشه. دکتر تعریف و تمجید روحانی از مقام عظما منو یاد یه خاطره تلخ میندازه. یه بار یه مرسی هیکل باش دعوام شد در حد بزن، یعنی اون بزن من بخور. یهو وسط دعوا نشست شروع کرد به خندیدن. گفتم واسه چی میخندی؟ گفت چرا وقتی مشت میزنی مثل این فیلم هندیا صداش هم در میاری وو وو. برگردم به بحث آی دکتر. نقدی گفته منظورم از این سوال این بود که بگم هر وقت اوضاع خیلی بیریخ شد یه هشداری بده، یه آژیری بکش، یه بوقی زنگ، یه کاری بکن. مشنگ پس تا رو داشتیم گل لغت میکردیم، خب داشتیم آژیر میکشیدیم دیگه. حال ما رو میگیره این مشنگه. من دیگه چجوری بگم که تو حالیت بشه؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله، میفهمودن که تو داروخونه یارو درجه تب میخواست. دکتر گفت مدل دیجیتالش هم هست که تبت بالا باشه زنگ میزنه. مشنگه گفتش که به گوشیم زنگ میزنه یا به شماره تلفن خونمون.
روشن شد یا یه زنگی بزنم به گوشید؟ آی دکتر خیلی روشن میکنین این دفعه. آیه دکتر شما این دفعه به نقدی کم زدین. آخه تصمیم گرفتم که امسال با زبونم کسی رو ناراحت نکنم، فقط با لگد، مشت و لگد برای یخ. بحث لگد شد آی دکتر. مقام عظما تو سخنرانی عیدش گاز و ترمز و کار کرد با همدیگه، هم این هم اون، نه این نه اون. عظما از سر دوراهی گیره، دوراهی رو گفت ولی نگفت بالاخره کدوم راه رو باید برن. آخه عظمای بدبخت زهرا رو جلوش همینجوری چیدن، خودش هم که میدونه و میگه که 1 و 2 و 3 و 4 همینطوری هست، هیچ کاریش هم نمیتونه بکنه، باید دونه دونه بره. از اون وضعیتاییه که تهش میبینه که چقدر زایه، هیچ کاری از دستش بر نمیاد. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن به زبان عرض میکردم بله، میفهمودن که راننده شب تاش تو جاده رانندگی میکرد، شاگردش هم خواب بود، یهو شاگرد بیدار کرد، گفت پاشو پاشو پاشو. طرف پا شد، گفت چه خبر شده؟ گفت هیچی، از روبرو کامیون میاد، فرمونمونم که بریده، ترمزم نداریم، پاشو تصادف و تماشا کن، حال کن. روشن شد یا چی بذارم که بری تو حال کردن تصادف. آیه دکتر این داستان اقتصاد مقاومت ول کن بابا، تو ما رو خفه کردی. این چه جوالی اقتصاد مقاومتی که همه میرن توش، همه اسمشو میارن، بعد کار خودشونو میکنن اون طرف اون زیر. آی دکتر اینشون نمیخواستم بگم، میخواستم بگم که مشاور حاجی روحانی گفته این کلمش رو هم مقام عظما از حاجی روحانی دزدیده. اینو خودش دزدیده بود، مگه دستشون کجه؟ دستشون که کج هست، ولی تو همچی میگی انگار مثلا حالا اقتصاد مقاومتی چه تحفه‌ایه که این از اون بدزده. تو چرا نقطه ضعف ببینی؟ قوتشون رو ببین. اینجا دزد که به دزد بزنه شادزده، دزدی که به شادز بزنه ولی فقیه دزدا. آیه دکتر همین رو طالب مقام عظما نگفته بودین که اینم گفتین، ولی فقیه مسلمین رو کردید دزد. من چه کار کنم؟ برو به اونایی بگو که دزد رو کردن ولی فقیه مسلمین آقا قربونه برم، نباید تو این وضعیت اینطوری مقام عظما رو بشوری بزنی که